قرار دادگاه ناحیه شمسیدین شاهین از ماه نوامبر سال 2025 بر اساس آن یادگاربی صابرова بعد 48 سال زندگی یکجایه رسما از شوهرش جدا شده است. دادگاه 8 فرزند او را به پرداختن الیمن وظیفه‌دار کرد. در شروع میرم تمام یادم را دیدم که بچم. بعد همین سبب که مرا تحریک کرد من دیگه گفتم قطعی زندگی نمیکنم. من گفتم همین به کو بدادرم را همین فرزندم را دستگیری میکنن. 8 فرزند ایدم بیاد تشایی. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نافهمی با همسر و فرزندان پیوند داد ولی جزئیاتش را نگفت. او در صحبت پیشینش با رادیو آزادی ادعا داشت که شوهر و فرزندان او را زده اند و از خانه رانده اند. طرف دیگری ماجرا در پشتخوری عائله خود زن را مسئول می‌دانند. چوپان قاسموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابرова میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند ولی همه چیز یکباره تغییر یافت. او میگوید سبب دیگرگونی را نمیداند. من 8 فرزند دارم. 4 بچه و 4 دختر. همه با در دوی خود دو بچه‌اش در همین جای. باور کنی اگر 2 سال ما خونی خود نمیخورم. ماجرای یادگاربی صابرова را در ناحیه شمسیدین شاهین بسیاری هم میدانند. نمایندگان حکومت نیز چند دفعه تلاش کردند تا عائله را از همپاشی نگه دارند ولی ناکام ماندند. خود خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بینای مقامات جای محلی حکومت دولتی مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهماندیم، سندات ترتیب دادیم که مثال در منبع زندگی خودشان را مستحکم کنند. یادگاربی صابرова اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جا گرفته است. وی دوزنده است و در گذشته با گرانت پرزیدنتی چند ماشین درزدوزی خریده است. حالا می‌خواهد به کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها عائله از هم می‌پاشند. اکثرا ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نام بر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابرова کم سابقه است.